همراهان گرامی، وقت شما بخیر. شنونده یکی دیگر از قسمت‌های خلاصه خوانی کتاب از صفحه به صفحه با من شکیبا جمال هستید. شاید نام نویسنده رولف دوبلی برایتان آشنا باشد که یک تاجر بنام و متفکر تاثیرگذار است. کتاب‌های او که به فارسی ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفته است، هر یک هنر خوب زندگی کردن و هنر شفاف اندیشیدن است که امروز خلاصه کتاب دوم را در اختیارتان قرار خواهم داد. امیدوارم از آن لذت ببرید. هنر شفاف اندیشیدن از پرفروشترین کتاب‌های جهان است که حایز رتبه اول در پرفروشترین های اشپگل آلمان نیز میباشد. قسمی که از نام اثر پیداست در این کتاب تلاش رفته است با توجه به بمباران اطلاعات کنونی، تعدد نگرش‌ها و کنش‌ها، اختیار عمل بالا و انتخاب‌های بیشمار، خطاهای مرسوم شناختی و اجتماعی را شناسایی کرده و چگونه شفاف اندیشیدن و تفکر درست را برای کاهش هرچه بیشتر خطا در روند زندگی در اختیار مخاطب قرار دهد. من تلاش می‌کنم فصلوار خلاصه این نکات را با شما شریک کنم. لطفاً همراه باشید. برای درک بهتر از محتوای کتاب ترجیح می‌دهم با خوانش گوشه‌ای از مقدمه کتاب شروع کنم. ناتوانی در شفاف اندیشی یا به قول متخصصان خطای شناختی یک انحراف اصولی از منطق است. انحراف از افکار و رفتار بهینه عقلانی و مستدل. منظور من از اصولی خطاهای گاه به گاه ما در تصمیم گیری نیست، بلکه منظور اشتباهات متداول و موانع بر سر راه منطق ماست که دائما ما را گرفتار می کنند. الگوهایی که نسل‌های گوناگون در قرون مختلف تکرار می‌کنند. مثلا دست بالا گرفتن اطلاعات خودمان خیلی متداول‌تر از دست کم گرفتنشان است، یا خطر از دست دادن یک چیز خیلی بیشتر ما را برانگیخته می‌کند تا امکان به دست آوردن یک چیز مشابه. ما در حضور سایر افراد تمایل داریم رفتار خود را با اخلاق آنها تنظیم کنیم، نه برعکس آن. خطاهای ما همیشه از الگوهای مشابه پیروی می‌کنند. مثل لباس‌های کثیف در یک گوشه جمع می‌شوند و گوشه دیگر تقریباً تمیزند. مثلا در گوشه بیش اعتمادی جمع می‌شوند، نه در گوشه کم اعتمادی. این کتاب حاوی دستورالعمل نیست. در آن 7 گام برای یک زندگی بی خطا پیدا نخواهید کرد. خطاهای شناختی چنان در وجود ما رخ نکردند که نمی‌توانیم به طور کامل از شرشان خلاص شویم. خاموش کردن آنها نیازمند اراده فوق بشری است، اما در واقع هدف اصلی ما این نیست. همه خطاهای شناختی مهلک نیستند. حتی وجود برخی از آنها برای زندگی موفق ضروری است. هرچند ممکن است این کتاب کلید شادمانی را در خود نداشته باشد، دست کم میتواند مانند بیمه‌ای در برابر ناخوشی‌های خودخواسته عمل کند. در واقع آرزوی من کاملا ساده است. اگر ما بتوانیم بزرگترین خطاهای فکری را بشناسیم و از آنها در زندگی شخصی، شغلی یا حتی در دولتمان پرهیز کنیم، ممکن است شاهد جهشی در موفقیت خود باشیم. نیاز به حیله‌های جدید، طرح‌های نوین، ابزار غیر ضروری و کارهای طاقت فرسا نیست. تمام آنچه ما بدان نیاز داریم پرهیز از بیخردی است. قبل از پرداختن به ادامه کتاب، توضیح کوتاهی به مفهوم خطای شناختی بدهم که در طول مطالعه کتاب با آن مواجه خواهید شد. این مفهوم که مترادف با تحریف شناختی و سوگیری شناختی نیز هست، با آن دسته از الگوهای فکری اشاره می‌کند که سوگیری منفی دارند و مبتنی بر واقعیت نیستند. این خطاها شامل باورهای غیر منطقی و افکاری می‌شوند که ما ناآگاهانه آنها را تقویت می‌کنیم و همچنین به دیدگاه‌های مغرضانه‌ای اشاره دارد که ما نسبت به خود و جهان اطراف ما داریم. این الگوهای فکری می‌تواند باعث مشکلات مثل اضطراب، افسردگی، کاهش عزت نفس و کاهش انگیزه شود. تشخیص این الگوها کار آسانی نیست، به همین دلیل تغییر دادن آنها نیز کار راحتی نخواهد بود. اما امیدوارم کتاب پیش رو اندکی در این باب ما را یاری کند. چرا باید به قبرستان‌ها سر بزنی؟ خطای بقا یعنی افراد دائما احتمال موفقیت خود را زیاد از حد تخمین بزنند. پشت سر هر نویسنده موفق می توانی 100 نویسنده دیگر را پیدا کنی که کتاب‌هایشان هرگز به فروش نمی رسد. پشت سر آنها هم 100 نویسنده دیگر هست که ناشری پیدا نکردند.
پشت سر آنها هم باز 100 نفر دیگر که دست‌نوشته‌های ناتمامشان روی تاقچه خاک می‌خورد و پشت سر آنها هم باز 100 نفر دیگر است که رویای این را دارند روزی کتابی بنویسند. با این حال فقط از نویسندگان موفق میشنوی که امروزه خیلی از آنها خودشان کتابهایشان را چاپ میکنند و نمیتوانی تشخیص بدهی احتمال موفقیت ادبی چقدر کم است. در مورد عکاسان، مؤسسان شرکت، هنرمندان، ورزشکاران، معماران، برندگان جایزه نوبل، مجریان تلویزیونی و ملکه‌های زیبایی نیز داستان به همین منوال است. رسانه‌ها علاقه‌ای به نبش قبر در قبرستان افراد ناموفق ندارند و این اصلا کار آنها نیست. برای اجتناب از خطای بقا باید این نبش قبر را خودت انجام بدهی. زمانی که پول و ریسک در میان باشد با خطای بقا مواجه هستی. در زندگی روزمره چون موفقیت بیش از ناکامی به چشم میآیند دائما شانس موفقیت خود را بیش از اندازه تخمین میزنیم. آیا دانشگاه هاروارد شما را باهوشتر جلوه می‌دهد؟ توهم بدن شناگر. شناگران حرفه‌ای به این خاطر که با شدت تمرین می‌کنند بدنهایشان زیبا نمی‌شود، بلکه به خاطر اندام مناسبشان است که شناگران خوبی می‌شوند. فرم کلی بدن آنها یکی از عوامل انتخابشان است، نه نتیجه فعالیت‌های ورزشیشان. به همین ترتیب مدل‌های زن در تبلیغات لوازم آرایشی شرکت می‌کنند و به همین خاطر خیلی دیگر از خانم‌ها گمان می‌کنند و دلیل استفاده از آن محصولات است که آنان زیبا شدند. اما این لوازم آرایش نیست که آنان را شبیه مدل‌ها کرده است. خیلی ساده است. مدل‌ها جذاب به دنیا می‌آیند و تنها به همین دلیل است که از آنها در تبلیغات لوازم آرایشی استفاده می‌شود. در مورد شناگرها هم همین قضیه صدق می‌کند. زیبایی یک عامل انتخاب است، نه نتیجه آن. هرگاه ما عوامل انتخاب را با نتایج آن اشتباه می‌گیریم، طعمه چیزی می‌شویم که با آن توهم بدن شناگر می‌گوید. بدون این توهم نیمه از کمپانی‌های تبلیغاتی از کار خواهند افتاد، اما این خطا به استخوان گونه‌ای مخروطی شکل و سینه‌های عضلانی محدود نمی‌شود. مثلا هاروارد به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های جهان مطرح است. بسیاری از افراد فوق موفق در آنجا تحصیل کردند. آیا این بدان معناست که هاروارد مؤسسه خوبی است؟ ما نمی‌دانیم. شاید دانشگاه افتضاحی باشد و صرفاً نخبه‌ترین دانشجوهای موجود را جذب می‌کند. چرا ابرها را به شکل‌های متفاوت می‌بینیم؟ توهم دسته‌بندی. در سال 1994 دایان دایسر از فلوریدا یک تجربه ماورا طبیعی داشت. وقتی یک ورق نان توست را گاز زد و آن را در بشقاب گذاشت، چهره مریم مقدس را در آن دید. فوراً از خوردن دست کشید و این پیام مقدس را در یک ظرف پلاستیکی گذاشت. نوامبر 2004 این اسنک حفاظت شده را در ایبای به حراج گذاشت. نان ساده ای او برایش $28,000 درآمد داشت. و تو آیا تا به حال صورت یک فرد را در ابر یا شکل کلی حیوانات را در یک سنگ مشاهده کرده ای؟ البته کاملا هم طبیعی است. مغز انسان به دنبال الگوها و قوانین است. در واقع آن را یک قدم به جلو میبرد. اگر هیچ الگوی خاصی پیدا نکند از خودش یکی ابداع میکند. در نتیجه وقتی میخواهیم یک الگو را کشف کنیم بیش از حد حساسیم. کمی بدبینی به کار اضافه کن. اگر فکر میکنی الگویی را کشف کرده ای، اول فرض کن کاملا اتفاقی بوده. اگر فکر میکنی الگوی خوبی داری، یک ریاضیدان پیدا کن و بگو از نظر آماری تحلیلش کند. اگر قسمت‌های برشته نانت شبیه چهره مسیح شد، از خودت بپرس اگر او واقعا میخواهد خودش را نمایان کند چرا در میدان تایمز یا دفتر CNN این کار را نمی کند. اگر 50 میلیون نفر چیز احمقانه‌ای بگویند، آن چیز کماکان احمقانه است. تایید اجتماعی. در مسیر یک کنسرت سر یک چهارراه با گروهی از آدم‌ها مواجه می‌شوی که همه به آسمان خیره شدند. بدون اینکه فکر کنی تو هم به آسمان نگاه می‌کنی. چرا؟ تایید اجتماعی. وسط کنسرت زمانی که تکنواز اوج هنرنماییش را به نمایش می‌گذارد، یک نفر شروع به کف زدن می‌کند و ناگهان همه حضار با او همراه می‌شود. تو هم همینطور. چرا؟ تایید اجتماعی. تایید اجتماعی که گاه سختگیرانه از آن با عنوان غریزه جمع‌گرایی یاد می شود، تاکید دارد افراد وقتی مثل بقیه عمل می کنند که احساس می کنند رفتارشان درست است.
به عبارت دیگر، هرچه تعداد بیشتری از مردم عقیده خاصی را دنبال کنند، ما آن عقیده را بهتر میپنداریم. هرچه تعداد افرادی که رفتار خاصی را بروز میدهند بیشتر باشد، این رفتار از سوی دیگران مناسبتر ارزیابی می شود. البته که این امر مضحک است. تایید اجتماعی عامل اصلی ایجاد حباب و نگرانی ها در بازار بورس هست. تایید اجتماعی می تواند مانند زمانی که اعضای فرقه های مذهبی دست به خودکشی دست جمعی می زنند، تمامی فرهنگ‌ها را زمینگیر کند. چرا این گونه عمل می کنیم؟ خب در گذشته دنبال روی از بقیه راهکار مناسبی برای بقا بود. فرض کن که 50,000 سال قبل با دوستان شکارچی خودت برای گشتن و سرنگیتی دشت برناورد در شمال تانزانیا که دارای گونه‌های مختلف پستاندار است رفته بودی و ناگهان دوستانت فرار می‌کردند. تو چی کار می‌کردی؟ همانجا می‌ماندی، غرق فکر می‌شدی و سبک سنگین می‌کردی؟ آیا چیزی که با آن نگاه می‌کنی شیر است یا چیزی شبیه شیر که در واقع حیوان بی خطری است که می توانست منبع پروتئین مناسبی برایت باشد؟ خیر، تو هم به سرعت دنبال دوستانت می دویدی. بعداً وقتی احساس امنیت می کردی، می توانستی به این که آن شیر در واقع چه چیزی بوده است فکر کنی. کسانی که متفاوت با گروه رفتار می کردن، که مطمئنم تعداد این چنین بودن، از چرخه حیات خارج می شدن. ما نوادگان بیواسطه کسانی هستیم که از رفتار دیگران پیروی کردند. این نمونه آنچنان عمیق در وجود ما ریشه دوانده که امروز هم از آن استفاده می کنیم، حتی در مواقعی که قرار نیست کمکی به زنده ماندن ما بکند، که در اکثر اوقات هم همین طور است. چرا باید گذشته را فراموش کنی؟ خطای هزینه‌های هدر رفته. فیلم افتضاح بود. بعد از 1 ساعت در گوش همسرم گفتم بیا بریم خانه. گفت به هیچ وجه، قرار نیست $30 را دور بریزیم. با اعتراض گفتم این توجیه درستی برای ماندن نیست. پولمان همین حالا هم خرج شده است. اینجا با خطای هزینه هدر رفته مواجه شده ایم. نوع طرز تفکر اشتباه. خطرناکترین حالت خطای هزینه‌های هدر رفته وقتی است که زمان، پول، انرژی یا عشق زیادی صرف چیزی کرده باشیم. این هزینه کردن دلیلی می شود برای ادامه دادن، حتی اگر با موضوع محکوم به شکست سر و کار داشته باشیم. هرچی بیشتر سرمایه گذاری کنیم، هزینه هدر رفته بیشتر می شود و بیشتر مجبور می شویم ادامه بدهیم. برای تصمیم گیری منطقی باید هزینه هایی را که تا امروز کرده ای فراموش کنی. مهم نیست تا اکنون چقدر سرمایه گذاری کرده ای، فقط ارزیابیت از هزینه ها و سودهای آینده مهمند. تسلیم مرجعیت نشو. خطای مرجعیت. جلد اول کتاب مقدس به ما توضیح می دهد اگر فرمان یک مرجعیت برجسته را سرپیچی کنیم چه اتفاقی می افتد. از بهشت بیرون انداخته می شویم. این همان چیزی است که مراجع کمتر مقدس نیز می خواهند باور کنیم. کارشناسان سیاسی، دانشمندان، پزشکان، مدیران اجرایی، اقتصاددانان، دولتمردان، گزارشگران ورزشی، مشاوران و متخصصان بازار بورس. مراجع 2 مشکل عمده برای شفاف اندیشی ایجاد می کنند. اول، سوابق آنها عموماً معقول است. حدود 1 میلیون اقتصاددان کارآزموده روی این سیاره زندگی می کند، اما حتی یکشان هم نتوانست به طور دقیق زمان بحران اقتصادی سال 2008 را پیش بینی کند. چه برسد به این که بتواند چگونگی این سقوط را از ترکیدن حباب املاک و مسکن گرفته تا فروکش کردن مبادلات اعتباری در بحبوحه بحران اقتصادی حدس بزند. هیچگاه یک گروهی از متخصصان اینچنین شکست نخورده بودند. در نتیجه هرگاه می‌خواهی تصمیمی بگیری به این فکر کن که چه مرجعی ممکن است امروز روی استدلال تو اثر بگذارد. وقتی به یکی از آنها در واقعیت برخوردی، تمام تلاشت را بکن تا در برابرش مقاومت کنی. اثر مقایسه تصور غلط و متداول است. برای ماشین جدیدت صندلی‌های چرمی سفارش می‌دهی چون قیمت $3000 آن در مقایسه به قیمت $600,000 ماشین ناچیز به نظر می‌رسد. تمام صنایعی که امکان ارتقا را فراهم می‌کند از این تصور باطل سوء استفاده می‌کنند. اثر مقایسه‌ای در جاهای دیگر هم وجود دارد.
آزمایش ها نشان می دهد مردم حاضرند برای $10 صرفه‌جویی در غذا 10 دقیقه بیشتر راه بروند، اما همان مردم اصلا حاضر نیستند برای $10 صرفه‌جویی در یک دستکت و شلوار $1000 10 دقیقه بیشتر راه بروند. یک رفتار غیر منطقی، چون 10 دقیقه است و $10 $10. به صورت منطقی یا باید در هر دو مورد این مسافت را بروی یا در هیچ کدام از موارد. بدون اثر مقایسوی، تخفیف دادن در تجارت کاملا توجیه ناپذیر خواهد بود. محصولی که قیمت آن از $100 به $70 کاهش پیدا کرده به نظر ارزش بیشتری نسبت به محصولی دارد که قیمت آن همیشه $70 بوده است. قیمت اولیه نباید هیچ نقشی داشته باشد. یک روز سرمایه‌گذاری به من گفت این سهام ارزش بالایی دارد چون 50% پایین‌تر از قیمت اوج خودش است. من سرم را تکان دادم. قیمت یک سهام هیچ وقت پایین یا بالا نیست، همان چیزی است که هست و فقط این مهم است که از آن نقطه بالا می رود یا پایین می آید. چرا یک نقشه غلط را به نبود نقشه ترجیح می دهیم؟ خطای در دسترس بودن. سیگار کشیدن نمی تواند برای تو آنقدر بد باشد. پدر بزرگ من روز 3 بسته سیگار می کشید و بیشتر از 100 سال عمر کرد. یا منهتن واقعا امن و امان است. فردی را می شناسم که وسط این منطقه زندگی می کند و هیچگاه در خانه‌اش را قفل نمی کند. حتی وقتی به سفر می رود دزد به آپارتمانش نمی زند. ما چنین انتظاراتی را برای این می گوییم تا چیزی را ثابت کنیم، اما اینها واقعا هیچ چیز را ثابت نمی کنند. وقتی اینطور صحبت می کنیم در برابر خطای در دسترس بودن تسلیم می شویم. خطای در دسترس بودن چنین چیزی میگوید که ما با استفاده از مثالهایی که خیلی ساده به ذهن میآیند تصویری از دنیا میسازیم. البته که این کار بیهوده است، چون در واقعیت صرف این که یک اتفاق راحت‌تر به ذهن ما خطور میکند دلیل پرتکرار بودن آن نیست. هرگز تصمیمی را بر اساس نتیجهش قضاوت نکن. ما تمایل داریم تصمیم‌ها را بر اساس نتیجه ارزیابی کنیم. این تصور غلط را اشتباه مورخ هم مینامند. مثال کلاسیک در این زمینه حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر است. آیا پایگاه نظامی باید تخلیه می‌شد؟ از منظر امروز مسلماً، چون مدارک کافی وجود داشت که حمله نزدیک است. اما فقط با نگاه به گذشته نشانه‌ها انقدر واضح به نظر می‌رسند، ولی در آن زمان یعنی سال 1941 شواهد متناقض زیادی وجود داشت. بعضی‌ها موافق حمله و بعضی‌ها مخالف آن بودند. برای ارزیابی تصمیم باید از اطلاعات موجود در آن زمان استفاده کنیم و هرچی را درباره اتفاقات پس از حمله می‌دانیم حذف کنیم و خصوص این که حمله در واقع اتفاق افتاد. در نتیجه هرگز یک تصمیم را صرفاً بر اساس نتیجهش ارزیابی نکن، بخصوص زمانی که تصادفی بودن یا عامل خارجی در آن نقش داشته باشد. یک نتیجه بد لزوماً نشان دهنده یک تصمیم بد نیست و برعکس. بنابراین بجای از کوره در رفتن برای یک تصمیم اشتباه یا تحسین خودت به خاطر تصمیمی که ممکن است فقط به شکل تصادفی به موفقیت منجر شده باشد، به خاطر بیاور که آنچه را که انجام دادی برای چه انتخاب کرده ای. آیا دلایلت منطقی و قابل درک بودند؟ آن موقع می توانی به همین روش ادامه بدهی، حتی اگر آخرین بار بخت با تو یار نبوده باشد. دانش شوفر. ماکس پلانک پس از دریافت جایزه نوبل فیزیک سال 1918 به تور علمی دور آلمان رفت. هر جا دعوت میشد همان سخنرانیش را درباره مکانیک جدید کوانتوم ایراد میکرد. بعد از مدتی شوفر پلانک سخنرانی او را از حفظ شده بود و یک روز به او گفت: پروفسور پلانک، اینکه هر روز باید یک سخنرانی ارائه بدهی حتما خسته کننده است. نظرت چیست در مونیخ من سخنرانی کنم؟ تو می توانی ردیف جلو بنشینی و کلاه شوفری مرا بپوشی. این کار برای هر دویمان تنوع است. پلانک از این ایده خوشش آمد. بنابراین آن روز عصر راننده سخنرانی طولانی راجع به مکانیک کوانتوم برابر حضار شناخته شده ارائه داد. در ادامه یک استاد فیزیک بلند شد و سوالی کرد. راننده خودش را عقب کشید و گفت: هرگز فکر نمی کردم کسی در شهر مدرنی مثل مونیخ چنین سؤال ساده‌ای بپرسد. شوفر من جواب آن را بلد است. به عقیده چارلی مانگه، یکی از بهترین سرمایه‌گذاران جهان، کسی که این داستان را از او وام گرفتم، 2 نوع دانش وجود دارد. اول دانش واقعی، آن را در مردمی می‌بینم که زمان و تلاش فراوانی را برای فهم یک موضوع صرف کردند. دوم دانش شوفر نامیده می‌شود. دانش افرادی که فقط وانمود می‌کنند بلدند.
آنها شاید صدا یا موی خوبی داشته باشند، اما دانشی که از آن حمایت می‌کنند مال خودشان نیست. آنها توتیوار کلماتی را شیوا به زبان می‌آورند، طوری که انگار از روی نوشته می‌خوانند. کمتر بیشتر است. تضاد انتخاب. وقتی جوان بودم فقط 3 نوع ماست داشتیم: 3 شبکه تلویزیونی، 2 کلیسا، 2 نوع پنیر و 1 تلفن که اداره پست سیویس آن را در اختیار گذاشته بود. جعبه سیاه شماره‌گیری که کاری غیر از شماره گرفتن نمی‌کرد و همین برایمان کافی بود. در مقابل هر کس این روزها وارد فروشگاه تلفن بشود، خطر له شدن زیر آوار برندها، مدل‌ها و قراردادهای گوناگون را احساس می‌کند و هنوز انتخاب ملاک پیشرفت است. انتخاب ما را از نظام اقتصادی برنامه‌ریزی شده و عصر اجری جدا می‌کند. بله، فراوانی انتخابات تو را دچار سرگیجه می‌کند، ولی باید حدی برای آنها متصور شد. وقتی از حد می‌گذرند، انتخاب‌های بسیار زیاد کیفیت زندگی را خراب می‌کنند. واژه فنی این اتفاق تضاد انتخاب است. لری شوارتز روانشناس در کتاب با همین عنوان تضاد انتخاب در این باره توضیح می‌دهد. اول این که انتخاب‌های زیاد منجر به اختلال درونی می‌شود. انتخاب‌های بیشتر منجر به تصمیم‌گیری‌های ضعیف‌تر می‌شود. خب چه می‌توانی بکنی؟ قبل از آن که پیشنهادهای موجود را بررسی کنی، به دقت فکر کن. چه می‌خواهی؟ معیارهایت را بنویس و کاملاً با آنها پایبند باش. همچنین درک کن که هرگز نمی‌توانی تصمیم کاملی بگیری. با توجه به سیلاب احتمالات، داشتن چنین هدفی نوع کمالگرایی غیر منطقی محسوب می‌شود. در عوض یاد بگیر یک تصمیم خوب را دوست داشته باشی. بله، حتی در مورد شریک زندگی. آیا فقط باید به دنبال بهترین ها بود؟ در عصر تنوع نامحدود عکس آن صدق می کند. چرا بدبختی بزرگتر از خوشبختی به نظر می رسد؟ نفرت از زبان. به حال امروز خودت از 1 تا 10 چند نمره می دهی؟ حالا فکر کن چه چیزهایی می تواند نمره حال تو را تبدیل به 10 کند. 1 سفر به جزایر کارائیب که همیشه آرزوی تو بوده، یا 1 قدم رو به جلو در زندگی شغلی. سوال بعدی: چه چیزی باعث می شود روزت افتضاح باشد؟ فلج شدن، آلزایمر، سرطان، افسردگی، جنگ، گرسنگی، شکنجه، ورشکستگی، فوت نزدیکترین دوستت، گروگان گرفته شدن و. این لست طولانی احتمالات به ما نشان می دهد چه موانعی بر سر راه خوشی ما وجود دارد. به بیان کوتاه‌تر، چیزهای بد نه تنها بیشتر از چیزهای خوبند، بلکه بسیار با اهمیت‌تر هم هستند. در گذشته و پیش از تکامل ما، اوضاع از این هم بدتر بود. 1 اشتباه ابلهانه می توانست منجر به مرگ شود. هر چیزی می توانست ما را به سرعت از چرخه زندگی جدا کند. کسانی که بی‌پروا یا بی‌ملاحظه بودند، پیش از آن که بتوانند ژن خود را به نسل بعدی منتقل کنند، جان خود را از دست می‌دادند. باقی افراد یعنی ملاحظه‌کارها زنده ماندند. ما نوادگان آنانیم. بنابراین عجیب نیست بیش از این که برای چیزهایی که به دست می‌آوریم ارزش قائل باشیم، از چیزهایی که از دست می‌دهیم وحشت داریم. از دست دادن $100 برای خوشی تو بیشتر اثر دارد تا برای به دست آوردن $100. در واقع اثبات شده است که از نظر عاطفی از دست دادن یک چیز 2 برابر سنگین‌تر از به دست آوردن همان چیز است. دانشمندان اجتماعی به این پدیده نفرت از زبان میگویند. واژه بندی. این 2 جمله را در نظر بگیر. هی، سطل آشغال پر شده است. عزیزم، اگر بتونی سطل آشغال را خالی کنی عالی میشه. مهم نیست چه میگویی، مهم این است چگونه میگویی. اگر یک پیام به روش متفاوت فرستاده شود، به روش‌های متفاوت دریافت خواهد شد. در اصطلاح روانشناسی این تکنیک را واژه‌بندی میگویند. در نتیجه بدان هر آنچه بیان میکنید تا حدودی واژه‌بندی دارد. چه حقیقتی که از یک دوست مورد اعتماد شنیده‌ای، چه مطلبی که در روزنامه معتبری خوانده‌ای، همه تحت تاثیر واژه‌بندی قرار دارند. کسی که چکش به دست دارد فقط میخ می‌بیند. تغییر شکل حرفه‌ای. مردی وام می‌گیرد، شرکتی تأسیس می‌کند و کم بعد از آن ورشکست می‌شود. گرفتار افسردگی شده و خودکشی می‌کند. نظرت راجع به این داستان چیست؟ به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی می‌خواهی بدانی چرا ایده تجاری او موفق نبود؟ آیا او مدیر ضعیفی بوده است؟ به عنوان یک بازاریاب تصور می‌کنی کمپانی ضعیف سازماندهی شده بوده است؟
یا اینکه او در رسیدن به مخاطب هدف خود ناکام بوده. اگر تو کارشناس اقتصادی باشی، وام گرفتن را به عنوان ابزار مناسب زیر سوال میبری. در مقام خبرنگار محلی به پتانسیل داستان پی میبری و در مقام نویسنده به این فکر میکنی که این داستان چطور میتوانست به یک تراژدی یونانی مبدل شود. در جایگاه یک وامدار باور داری در بخش وام خطایی صورت گرفته است. در مقام جامعه شناس شکست سرمایه‌داری را سرزنش می‌کنی و در مقام محافظه‌کار دینی این اتفاق را مجازات الهی می‌بینی و همچنان در جایگاه یک روانپزشک پایین بودن سطح سروتونین را تشخیص می‌دهی. کدام دیدگاه واقعاً درست است؟ هیچ کدام. اگر تنها ابزار تو چکش باشد، همه مشکلات تو میخ خواهند بود. این را مارک توین گفته، نقل قولی که تغییر شکل حرفه‌ای در آن خلاصه می‌شود. در نتیجه اگر مشکل خود را پیش کارشناس میبری، انتظار راه حل بهینه و جامع نداشته باش. منتظر روی کردی باش که با جعبه ابزار آن کارشناس جور در بیاید. مغز کامپیوتر مرکزی نیست، بیشتر شبیه یک چاقوی همه‌کاره است که توانایی‌های مشخصی دارد. متاسفانه این چاقوهای جیبی ما کامل نیستند. با تجارب زندگی و مهارت‌های حرفه‌ای خود تا همین حالا صاحب چند تیغه‌ای شده ایم، اما برای تجهیز بهتر خودمان باید تلاش کنیم تا 2 یا 3 ابزار دیگر به خزانه‌مان اضافه کنیم. گروه اندیشی. تا به حال پیش آمده زبانت را در یک جلسه گاز بگیری؟ حتماً مجبوری بنشینی، چیزی نگویی و فقط سرت را به نشانه تایید تکان بدهی. هرچی باشد دلت نمیخواهد آن کسی باشی که همواره در کارها نمی آورد. به علاوه ممکن است 100% مطمئن نباشی چرا با نظر بقیه مخالفی، چرا که دیگران نه تنها متفق القولند بلکه اصلا ابله هم نیستند. پس دهانت را یک روز دیگر نیز بسته نگه می‌داری. وقتی همه اینطور فکر و عمل کنند، گروه اندیشی وارد کار شده است. اینجاست که یک عده انسان هوشمند ممکن است تصمیم غیر مسئولانه بگیرند، چون همه با نظرشان موافقند و یک اجماع وجود دارد. بنابراین نظراتی ممکن است تایید شود که بدون وجود این فشار ناخودآگاه از سوی همکاران احتمالاً رد می شدند. گروه اندیشی یک شاخه بخصوص از تایید اجتماعی است، خطایی که قبلتر درباره آن در فصل 4 صحبت کردیم. چرا آخرین جعبه شیرینی دهانت را آب می اندازد؟ خطای کمبود. به صرف قهوه در خانه یکی از دوستان مهمان بودیم. نشسته بودیم و تلاش می کردیم سر صحبت را باز کنیم، در حالی که بچه‌های میزبان روی زمین افتاده بودند و با هم کشتی می گرفتند. ناگهان یادم آمد با خود چند تا تیله شیشه‌ای آوردم. یک بسته کامل آنها را باز کرده روی زمین ریختم و امیدوار بودم آن فرشته‌های کوچک بتوانند در آرامش با آن تیله‌ها بازی کنند. البته که این اتفاق نیفتاد و دعوا بینشان بالا گرفت. درست نفهمیده بودم چه شد. کمی دقیق تر نگاه کردم. در میان آن همه تیله فقط یک تیله آبی وجود داشت و بچه‌ها سر آن با هم دعوا می‌کردند. تمام تیله‌ها دقیقاً یک اندازه شفاف و براق بودند، اما تیله آبی نسبت به سایر آنها یک مزیت داشت. هیچ تیله‌ای مشابه آن نبود. فقط می‌توانستم به این رفتار بچگانه بخندم. در آگوست 2005 وقتی شنیدم گوگل می‌خواهد سرویس ایمیل خود را افتتاح کند، مطمئن بودم برای خودم یک حساب کاربری بسازم. آخر هم این کار را کردم. در آن زمان حساب‌های جدید بسیار محدود بود و فقط با دعوتنامه میشد یکی از آنها را ساخت. این امر باعث شد خیلی بیشتر دنبال ایجاد حساب کاربری باشم. اما چرا؟ قطعاً به این خاطر نبود که من به حساب کاربری جدید نیاز داشتم. من آن موقع 4 حساب کاربری دیگر داشتم و به این خاطر هم نبود که جیمیل در آن زمان سرویس بهتری ارائه میداد، بلکه صرفاً به این خاطر بود که همه با آن دسترسی نداشتند. وقتی با آن زمان نگاه میکنم فقط میتوانم به رفتار بچگانه بزرگترها بخندم. چرا آخرین فرصت باعث میشود وحشت زده شوی؟ ترس از حسرت. فرض کن سالها در آرزوی خرید یک خانه بودی. زمین در حال کمیاب شدن است. تنها تعداد کمی نقشه با منظره دریاچه باقی مانده است. فرصت آخر توست. این فکر به مغزت حمله می کند. تسلیم می شوی و آخرین خانه را با قیمت سرسام‌آور می خری.
ترس از حسرت فریبت داد و باعث شد فکر کنی یک موقعیت استثنایی نصیبت شده است، اما در واقعیت یک خانه با منظره دریاچه همیشه در بازار وجود خواهد داشت. فروش محصولات فوق‌العاده به این زودی ها متوقف نخواهد شد. آخرین فرصت ها ما را به تشویق می اندازند و ترس از حسرت حتی می تواند ذهن سختگیرترین معامله کنندگان را هم نابود کند. چرا تجربه می تواند قضاوت ما را نابود کند؟ انحراف ارتباطی. کووین هر سال برای معاینه پیش دکتر می رود. معمولاً به او گفته می شود به عنوان یک مرد 44 ساله شرایطش کاملا خوب است. فقط 2 بار مطب را با اخبار نگران کننده ترک کرده. یک بار آپاندیسش مشکل داشت که به سرعت برطرف شد. دفعه دیگر مشکل پروستات متورم داشت که با بررسی های بیشتر معلوم شد التهاب جزئی و ساده است و نه سرطان. البته در هر 2 موارد کووین کلینیک را با عصبانیت شدید ترک کرد و تصادفاً هر 2 روز هوا بسیار گرم بود. از آن زمان تا اکنون همیشه در روزهای خیلی گرم احساس خوبی ندارد. اگر روزی که قرار معاینه دارد دمای هوا بالا برود، بلافاصله وقت دکترش را لغو می کند. مغز ما ماشین ارتباط دهنده است. این امر کاملا تجربی است. اگر یک میوه ناشناخته را بخوریم و بلافاصله مریض شویم، در آینده سمتش نخواهیم رفت و با آن انگ سمی بودن خواهیم زد. دانش به همین ترتیب به وجود می آید. تمام آن چیزی را که باید از این مطلب می آموختیم، مارک توین به خوبی در این عبارت آورده است. حواسمان باشد از یک تجربه تنها چیزهایی را که عقلانی‌اند به خاطر بسپاریم و در همین جا متوقف شویم. مبادا مانند گربه‌ای بشویم که روی در یک قابلمه داغ می‌نشیند. او دیگر روی در قابلمه داغ نخواهد نشست و علاوه بر آن روی دیگر در قابلمه‌های سرد هم نخواهد نشست. دوستان نهایت گرامی، عناوین بسیاری از جمله جنون نوگرایی، توجیه تلاش، تمایل به گزافه‌گویی، خستگی تصمیم گیری، کاهش اغراق آمیز و چندین عنوان جالب دیگر در کتاب فوق وجود دارد که به دلیل محدود بودن ظرفیت ویدیو از پرداختن به آنها حذر می‌کنم تا باشد که توفیق اجباری برایمان حاصل آید و این کتاب را مطالعه کنیم. و یا هم در صورت استقبال از سوی شما باقی موضوعات موجود در این کتاب را در یک فایل دیگر خلاصه خوانی خواهم کرد. سپاسگزارم که تا اینجا همراه بودید. خدا نگهدار.